پدید آمدن تمدن از وجود میراث مکتوب است. میراث مکتوب یگانه چیزی بود که برای آیندگان زندگی امروزیان جاودانه می‌ساخت. و در این باره در کتاب آثار البقیع ابوریحان بیرونی هم آورده است. وقتی که خط پیدا شد تمدن پیدا شد. ما ملتی متمدن بودیم، همیشه کتاب داشتیم. وقتی که امروز میبینم تیراژ کتاب ها پایین است، واقعا دل آدم خون میشود. بسیار دریغ که یک ملتی 10 میلیونه حداقل مثلا 100,000 تیراژ کتاب ها نیست. کتاب نویسنده های مردمی تاجیکستان 150-200 بالاتر نیست که شرمندگی است. من فکر میکنم برای آنکه کتاب خواند مردم، تلویزیون های تاجیکستان باید برنامه های ویژه‌ای تشکیل کند، از کتابخانه ها نقل کند، از کتابخانه ها نقل کند، از نویسندگان بزرگ به تبلیغ کتاب ها کند و کاری کند که در کتابخانه مردم تلاش کنند برای کتابخوانی. متاسفانه این چیزا نیست و امروز شاید از همین حتی 15 جمهوری سابق شوروی از همه کمتر کتاب ما میخوانیم و بسیار باعث نگران کننده است و این بسیار باعث ناراحتی بسیار از روشنفکران است. من امید میکشم که ما یک روز برگردیم به کتابخوانی و ملت کتابخوان بودن خود اثبات کنیم، صاحب کتاب بودن خود اثبات، ورنه با این حالی که داریم شرمندگی است. بدون کتاب به جای نمیرسیم. حتما باید به کتابخوانی راه